سلام بینندگان گرامی، برنامه اطلاعاتی امروز است. با سرخط خبرها شناس شوید. نرخ دلار در تاجیکستان گران شد. روسیه خواستار افزایش تعداد مکتب‌های روسی در تاجیکستان است. اشرف گولوف کنسول تاجیکستان در مسکو به تاجیکان روسیه مراجعت کرد. تئاتر دوستان قزاق نمایشی برزو عبدالرزاقف را خوش پذیرفتند. شهروندان ازبکستان در مرز روسیه و اوکراین درماندند. نرخ دلار در تاجیکستان باز هم گران شد و صبح امروز در صرافی‌های شهر دوشنبه هر یک دلار به 6 سومانی و 8 درم برابر شده است. نرخ ارز آمریکایی در روزهای سوم و چهارم مارس 6 سومانی و 6 سومانی و 2 درم برابر شده است. نرخ روبل روسی نیز پس از کاهش در 2 روز گذشته باز را به افزایش آورد و امروز 1000 روبل روسی با 99 سومانی خریده می شود. خریداران دلار میگویند که صرافان از فروش ارزهای خارجی با نرخی که در لوحه‌هایشان نشان داده شده است خودداری کرده یا میگویند که دلار ندارند یا اینکه ارزش خارجی را با نرخ گرانتر میفروشند. تئاتر دوستان قزاق اجرای برزو عبدالرزاقف از نمایشنامه نیکولای گوگل بازرس یا رویزور را در تئاتر موسیقی شهر الماتی بسیار خوش پذیرفتند. بیرژان ژالگاسبویف رهبر این نمایش سرا به رسانه قزاقی گفته است که نمایش های برزو عبدالرزاقف میان تمام تماشابینان معروفیت کسب می کند. برای ما همکاری با او خیلی مهم است. شاید در آینده نیز روی نمایشنامه کار میکنیم. هنرپیشه ها نیست که 2 ماه با این کارگردان معروف تاجیک نمایشنامه را تهیه و اجرا کردن ادامه همکاری با هنرمند را همچون آرزو دارند. برزو عبدالرزاقف 1 سال می شود که از تاجیکستان رفته با تئاترهای قزاقستان و قرقیزستان همکاری دارد و نمایش‌هایش همواره پربیننده و موفق هستند. چنانچه نمایشنامه راه طولانی تا مکه در نوامبر سال 2014 در جایزه بزرگ جشنواره بین المللی تراز را دریافت کرد. برزو عبدالرزاقف بیش از 50 نمایشنامه را روی صحنه آورد و دارنده چندین جایزه و عنوان‌ها می باشد. کنسولگری تاجیکستان مهاجران را فرا خوانده تا از سفر به ابخازستان خودداری کنند. اشرف گولوف کنسول تاجیکستان در مسکو از مهاجران تاجیکستان در روسیه دعوت کرد که از سفر به ابخازستان خودداری کنند. بنابر اطلاع دفتر مطبوعات سفارت تاجیکستان در مسکو، اشرف گولوف این فراخوان را در پی بازپس فرستاندن 14 مهاجر تاجیک از ابخازستان به تاجیکستان کرده است. این 14 شهروند تاجیکستان برای قانونی کردن بود و باش خود در روسیه مرز این کشور را به قصد ابخازستان ترک کردند ولی هنگام بازگشت به روسیه در مرز باز ماندند. مسئولین اداره مرزبانان روسیه دلیل بند ماندن آنها را در مرز روسیه با ابخازستان را نداشتن حق ورود به سرزمین روسیه گفتند. سفارت تاجیکستان نیز روز 4 مارس از حل مشکلی این 14 نفر خبر داده گفت که شهروندان تاجیکستان در پی درخواست از وزارت امور خارجه روسیه و گشادن راهرو به میهن فرستاده شدند. در پی اعلام استقلالیت ابخازستان راههای مستقیم رفت آمد میان تاجیکستان و این کشور بسته شد و شهروندان جمهوری تاجیکستان هنگام ورود شدن به خاک آن کشور با مشکلی روبرو می شوند. قسمت دیگری برنامه ما خبر در یک سطر. سنگریزش در ناحیه عینی جان 4 نفر رهگذر را گرفت. در میان 63 وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان تنها 12 نماینده خانم است که همه‌شان عضو حزب حاکم هستند. قزاقستان واردات سوختوار از روسیه را تا 20 اپریل متوقف کرد تا تولیدات خود را باز ندارد. ازبکستان 42 زندانی خارجی را عفو کرد که 10 تن از آنها شهروندان تاجیکستان هستند. شهروندان ازبکستان در مرز روسیه و اوکراین درماندند. بیش از 300 شهروندان ازبکستان نمیتوانند از مرز روسیه و اوکراین بگذرند. آنها مهاجرانی هستند که برای گذشتن از مرز با اوکراین آمده بودند. بر پایه قانون‌های نوی روسیه مهاجران باید سال 1 مرتبه از کشور خارج شده و برگردند تا مجوزی بود و باش و کار دریافت کند.
مهاجران کارجو در روسیه اکثرا شهروندان قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان هستند که برای قانونی کردن اسناد و مدارک اقامت و کار مجبورند از نزدیکترین مرز یعنی مرز اوکراین از روسیه خارج شوند تا مهر ورود در گذرنامه‌هایشان زده شود. روسیه خواستار افزایش تعداد مکتب‌های روسی در تاجیکستان است. ایگور شووالوف معاون نخست وزیر روسیه گفت که مسکو در نظر دارد برای تشکیل آموزشگاه‌های زبان روسی و افزایش تعداد مکتب‌های روسی در تاجیکستان بورسیه اختصاص دهد. و این را در نشست کمیسیون همکاری تاجیکستان روسیه که روز 4 مارس در مسکو برگزار شد گفت. با گفته شووالوف، روسیه خواستار اجرای طرح‌های مخصوص در روابط میان دو کشور از جمله راه‌اندازی واردات میوه و سبزیجات از تاجیکستان است. همچنین طرح اختصاص‌های بورس برای ایجاد مرکزهای آموزشی زبان روسی و مکتب‌های روسی در مراکز نواحی تاجیکستان بررسی دارد. این اظهارات در حالی گفته می شود که اخیراً مسئول روسیه از تنگ شدن جایهای زبان روسی و افزایش توجه به زبان انگلیسی در تاجیکستان نگرانی می کند. چنانچه ایگور لیاکنفلوروف سفیر روسیه در تاجیکستان چند پیش در مصاحبه با خبرگزاری روسی ریا نوستی افسوس خورد که محیط کاربرد زبان روسی روز از روز تنگتر می شود و تعداد تاجیکستانیان روسیدان نیز رو به کاهش دارد. و از آن نگرانی کرده که در دوشنبه امروزها صحبت‌ها با زبان روسی در کوچه‌ها و جایهای جمعیتی کمتر به گوش می‌رسد و شعار و آوازه‌ها با زبان روسی کم شدند. در همین جا برنامه ما به پایان رسید. خدایار و نگهدارتان باد.